بعد نبضش گرفتم دیدم نه نمیزنه. گفتم اصلا نمیخوام صورتش رو ببینم، اصلا نمیخوام خودم ببینم، نمیخوایم بچه ها ببینن که دیگه تموم شد دیگه. به خاطر داستان مادرم اینجا. چه مدت تو زندان بوده؟ 14 سال. چه اتفاقی افتاده بود؟ محل کشف جسد اینجا بود. دیگه همیشه پیش خودم میگفتم اگه ما یه بار اینو کشتیم روز 1000 بار ما رو میکشه. چون توی قرآن هم اومده که شما میتونید همون مثلا چشم در مقابل چشم دیگه، و اینجا میاد که خب خانواده ها میتونن ببخشن. خب این یه راهیه باز. اگه قصاص بخواد که هیچ سهم بچه من قصاص میشم. اگه نه مثلا دیه بخواد من باید دیه‌اش رو جور کنم بهش بدم. ولی زن نمیتونه بره بگی که من مردم رو دوست ندارم و طلاق میگیرم. کاری بکنیم، یه چیزی بگیم که بتونیم سریع و سیر حلش کنیم. ببین جون شما تو خطره. ندارم. ولی میخواد این تلاشتون رو بکنیم. مثلا من یه ماه فرصت بدم، یه روز از اون مهلت بگذره، بلافاصله من درخواست اجرای حکم میدم. رحم کن بابا مشتی، ما با هم دیگه هم خونیم بابا، مگه ما مقصریم؟ مگه خانواده ما داره داغون میشه مشتی؟